سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید چنلمون. امیدوارم که هر جای ایران زمین هستید حال دلتون خوب بوده باشه. امروز اومدیم با آموزش اصطلاحات شولدر پیک، کراسر پلیسمنت و آموزش پایه و بیسیک CS رو در کنار همدیگه داشته باشیم. پس اگه این ویدیو رو دیدی و خوشت اومد و به دردت خورد، چنل ما رو حتما سابسکرایب کن، لایک، کامنت و زنگوله رو هم فعال کنید دوستان. خیلی مخلصیم. پس بریم با ادامه با ما همراه باش. پس به قول خودمون چی بزن. با آموزش بیسیک CS، یعنی یه سری از آموزش‌ها و اصطلاحات قرار با هم دیگه یاد بگیریم از جمله کراسر پلیسمنت، آموزش بیسیک CS و چند تا نکته کوچیک و خیلی خوب رو بهتون اطلاع بدیم و بهتون برسونیم که امیدوارم که گیمتون روز به روز پیشرفت کنه و بهتر بازی کنیم. پس بریم سراغ این. یک نوب سگ اینم آوردیم، محمد آوردیم، نایف آوردیمش که به ما کمک بنماید. اون بزنم اسمم. اول نکته ای که اول نکته ای که شما عزیزان باید رعایت کنید اینه که من هر نیو پلیری که دیدم زیر 100 ساعت تایم پلیشه اینجوریه، ایمش همیشه داره پایین نگاه میکنه، گله قالی رو داره میشماره. داداش گله قالی شمردن نداره تو CS. شما باید کجا رو بگیری؟ یعنی میاد اینجا مثلا توقع داره که اینی که اینجا وایساده رو بتونه بزنه. یعنی بیا محمد بیا توقع داره اینی که اینجا داره بدون بعد میگه ای بابا چرا نمیخوره بهش. نگاه کن یعنی کجاست؟ ایم دقیقاً وسط تصویر. مانیتور رو به 4 قسمت تقسیم کن، بذار ایم تو وسط دیگه. کار سختیه، عصبیم داریم کنیم. بتون حتما نگاه کن. الان مثلا محمد روی استرز، خب من مثلا حدس میزنم که این اینجاست. ایم ما از قبل و یا پشت دیوار روی این میگیرم و مثلا الان پرید پایین. حالا اگه یه جا وایسادی محمد، من از پشت دیوار میدونم که محمد اینجا وایساده، یعنی حدس میزنم. اون این حدس بزنی، صدا پا بگیری، به همه جزئیات دقت کنی، بعد پیک بدی بزنی، از قبل ایم تو آماده کنی اونجایی که هست. ایم نگاه کن، ایم همیشه سعی کنید جایی که حدس میزنید انمی هست ایمتون همونجا باشه. به این اصطلاح میگن اصطلاح چی آقا محمد؟ اصطلاح کراسر. ایم کجاست؟ کراسر پلیسمنت. احسن. الان چیزی که هست اینه که ما بتونیم برای حریف غیر قابل پیش بینی باشیم. یعنی مثلا محمد اسموک داری بندازی؟ اسموک و رامپو خودم مثلا میام به اون اسموک تو رمپ بیاد. از استرز اپس رو داره. اگر به این اصطلاحات هم آشنایی نداری، استرز چیه، اپس کجا، نمیدونم آپارتمان کجا، میتونی بری ویدیو اول چنل رو ببینی که اصطلاحات کامل میره جا بهتون یاد دادیم. مثلا محمد اونجاست، خب بعد غیر قابل پیش بینی باشیم. محمد الان تو چی پیش بینی میکنی؟ شما پیک میدی یا هی رنده؟ خب پیک میدی که من رو بالا پیک بدم یا رو پایین؟ بالا بیشتر پیک. بالا پیک بدم چون سریعتر برمیگردی. غیر قابل پیش بینی باشه. چیزی که حس میکنی انمی تیم حریف داره حدس میزنه که آقا تو ممکنه بالا پیک بدی، تو رو به پایین پیک بده. دفکیت داره حسام. این توقع نداشتم اینجا نشسته باشه. خدا وکیلی. اینو نکته خیلی مهمتری هم که هست اینه که هیچ موقع و هیچ جاهای تکراریت وای نستا. مثلا تو 5 راند میدل بازی کردی، راند ششم دیگه نیا میدل دیگه، یارو میدونه آقا منتظرته دیگه. اینی که از جاهای تکراری پوش ندید. مثلا شما یه چیزی که هست باید حریف آنالیز کنید. یعنی وقتی مید حرکت میکنید بدونید چند نفر مید بازی میکنن، وقتی ای بازی میکنید بدونید کدوم پلیر تیم حریف داره ای بازی میکنه و بیشتر کجا وایساده. پلیر ای استرز داره پلی میده، یکی مثلا یکم میره چیز آندر پالاس. شما بعد اینو مثلا تو راند سوم چهارم بفهمی که اینا جاهاشون تکراری دیگه، بیشتر تمرکزت رو همون جاهایی باشه که انمی هست و راند تکراری داشته و جای تکراری وایساده و تو اطلاع داری که حدس میزنی که انمی اونجا هستش. پس چند تا نکته خوبی که تا الان گفتیم، هیچ موقع سرت پایین نباشه، حتما ایمتو بیار بالا و چیکار کنه کراسر پلیسمنت پلی بدی. الان مثلا من به محمد گفتم بیا ویندو وایسا، ولی من نمیدونم کجا ویندوه. تو میتونی با شولدر پیک، یعنی چی، بدن نشون بدی برگردی برای آمار گرفتنی. حتی میتونی با این میس بگیری. اگر محمد یک دبل داشته باشه تو میتونی اینجوری پلی بدی، یه دبل میس داد یک پیک بده، پیکو گونده بدی و بزنی. مثلا نگاه الان من دیدم انمیو، برمیگردم ایمم از قبل میزنم رو سرش میزنم. مثلا تایمینگی پیک ندی. مثلا اینجا مثلا محمد اونجا وایساده، من بیام اینجا آیتم بگیرم دستم خون 100% منو میزنه، من باید بیام چیکار کنم؟ بیام اینجا پشت این غیر قابل پیش بینی ایمو اینجا میگیریم طبق آموزش ویدیو قبلی، میریم حرکت میکنیم، جامپ میزنیم و گرینید رو میکنیم تو هواش. دیدی چند تا اچ پی خوردی آقا محمد؟ بنده 42 خوردم. 42 تا اچ پی خورد. پس هیچ موقع اینجوری نه، اینجوری هیچ موقع پیک ندی که مثلا بخوای اسموک کنی ویندو رو، بیا اینجا
محمد تو خدا فلج بازی در نمی محمد یه هید میخواد بزنی. بحث بعدی که داریم پیریفایر های مفید و غیر مفیده. اصلا پیریفایر یعنی چی؟ یعنی که آقا مثلا انمی من مثلا میدونم محمد اینجا یک پیریفایر مفید داریم که میدونم اینجاست تا من بیام اینجا پیک بدم و مثلا تیرو نگه دارم یه چند ثانیه طول میکشه. پس چیکار میکنم؟ پیریفایر میرم از قبل اینکه پیک بدم تیرو میگیرم و بعد میرم روش با یک ریکویل کنترل مناسب سعی میکنیم بریم تو دلش. اینکه تو مثلا هیچ اطلاعاتی نسبت به انمی نداری تو همین اسموک میخوای بزنی کجای من نمیبینم. خب نمیشه. این میشه چی؟ اطلاعات دادن به حریف. تو هیچ نسبت هیچ آگاهی نسبت به تیم حریف نداری و تو این آگاهیت رو میدی به انمی که انمی بیاد تو اسموک تو رو بزنه و میزنتت میگی وال آن کرد آجی وال آن کرد. اطلاعات و داده میدی. این بهش میگن آقا پیریفایر غیر مهم غیر ضروری. تو هیچ اطلاعاتی نسبت بهش نداری خب ولی داری اصرار میکنی که من میزنم اینو. تو داری فقط اطلاعات میدی. اگر اطلاعاتی نسبت به انمی نداری که کجاست و کجا میمونه و کجا خواهد بود نداری تو اسموک اسپری نکن و اطلاعات نده که بهش نگی من اینجا موجی بیا منو بزن. یعنی تو فلش هم همینطوریه مثلا. تو فلش تو هیچ اطلاعاتی نمیتونی داشته باشی. هم چون قدرت شنوایی تو ازت میگیره و چون صدا داره و هم مانیتور تو سفید میکنه اصطلاحا نمیبینی تو هیچ اطلاعاتی نمیتونی به انمی داشته باشی. نگاه کن. بزن. نمیدونه کجا هم اینجا هم خوش دیب. الگوی پرشگان تینه. تا چقدر بتونی رو کجا رو نگاه کن.